سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز سه‌شنبه 21 ایول همراه شما. در نتیجه باران زیاد و آمدن سیل در دو ناحیه تاجیکستان روز 20 ایول 7 نفر جان دادند. سیل در روستاهای بونای و روی در ناحیه ونج یک ماشین مسافربر را برده است و 6 مسافران نتوانستند از داخل ماشین بیرون شوند. جسد قربانیان فلاکت را روز 21 ایول به خویشاوندانشان سپردند. در روستای بیدک ناحیه رشت سیل یک جوان معیوب 28 ساله را کشته است و 50 خانه را ویران کرده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان گفت رئیس جمهور امام علی رحمان به خویشاوندان قربانیان اظهار تسلیت کرد و از مقامات رسمی خواست برای رفع خسارات سیل و آبخیزی های 4 روز اخیر در بدخشان و رشت چاره بیندیشند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت ممکن است تحریمات کشورهای غربی علیه ایران تا 6 ماه دیگر از بین برداشته شود. جان کری در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون صدای آمریکا گفت بعضی کارهای باقی مانده است که ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی باید انجام بدهند و بعد حل این مسئله ها برداشتن تحریم ها شروع می شود. ایران و 6 قدرت جهانی روز 14 ایول به سازش رسیدند که جمهوری اسلامی فعالیت های بحث برانگیز اتمیش را محدود می کند و تحریمات بین المللی بر ضد ایران نیز به تدریج به اعتبار کرده می شوند. جان کری در این باره با بخش فارسی صدای آمریکا روز 20 ایول صحبت کرد و صحبت او را در وبسایت azadi.org ببینید. مقامات تاجیکستان میگویند از دولت ازبکستان خواستند یک راه ترانزیتی بسیار مهم برای ولایت ختلان را برقرار کنند. بهرام شادیف معاون رئیس شرکت راه آهن روز 21 ایول در نشست خبری گفت مسئله از نو کشیدن راه ترمیز اموزنگ را چند پیش در تاشکند پایتخت ازبکستان با مقامات این کشور در میان گذاشت. دولت ازبکستان به این درخواست تاجیکستان پاسخ نداده است. تاشکند ماه نوامبر سال 2011 گفت یک قطعه راه آهن ترمیز اموزنگ در حمله تروریستی ویران شد و بعداً این راه را کاملا برچید. آن وقت وکیلان مردمی تاجیکستان می گفتند که ازبکستان برای بد کردن وضع اقتصادی ختلان این راه آهن را ویران کرده است. 110 نفر از ساکنان ولایت سوخت به صف گروه‌های تندرو در سوریه پیوستند و در آنجا علیه نیروهای حکومتی می جنگند. در این باره عبدالرحمن قادری رئیس ولایت روز 20 ایول در نشست خبری در شهر خوجند خبر داد و گفت 60 نفر آنها همسر و یا کودکانشان را با خود بردند. عین زمان به گفته مقامات انتظامی سوخت در نیم سال گذشته در داخل ولایت 10 نفر با اتهام تندگرایی و تروریسم دستگیر شدند. در نتیجه 70 نفر جنایتکاران مخصوصا خفناک از جمله 27 نفر اعضایان اتحاد جنایی حرکت اسلامی ازبکستان، 16 نفر جماعت انصارالله، 6 نفر جماعت جندالله، 20 نفر رویه دینی سلفیه، 1 نفر حزب دینی حزب تحریر معین و دستگیر کرده شدند. مقامات انتظامی تاجیکستان ماه‌های اخیر ترغیبات علیه افراطگرایی و به خصوص گروه دولت اسلامی را بیشتر کردند. مقامات میگویند بسیاری از جوانان در شبکه‌های اجتماعی زیر تاثیر گروه‌های افراطی میمانند. بنابر گزارش‌ها تاکنون بیشتر از 400 شهروند تاجیکستان به صف گروه‌های خارجی تندرو و تروریستی در عراق و سوریه پیوستند. و مقامات تاجیکستان گفتند بعد تفتیش فعالیت مالی کمیته جوانان معلوم می شود که $116,000 پول برای مبارزه با بیماری نارسایی مسئولیت بدن و یا ویچ سپید کجا شده است. احتم عبدالله‌زاده رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی روز 21 ایول به خبرنگاران گفت در اودیت داخلی کمیته که ادامه دارد خرج این مبلغ ها نیز تفتیش می شود. چنین لایحه در کمیته جوانان ورزش و سیاحی یکچند سال قبل عملی گردیده بود. عین زمان از جانب نیروهای تفتیشاتی و سنجشی از جمله از جانب متخصصان حالت حساب وابسته به این مسئله سنجش‌ها گذرانده شده است. به خاطر خلالدور نکردن جریان کار متخصصان ساحه من امیدوار هستم که در آینده نزدیکترین شرح خلاصه نهایی وابسته به این مسئله تصدیق کرده می شود و البته با رسوی اخبار آنها نیز پیشنهاد می‌دهد.
ماه اپریل همین سال بازرسان دفتر بازرسی کل امریکا بعد تفتیش خرج $300,000 کمک مالی بنیاد گلوبالی به کمیته جوانان گفتند در خرج $116,000 این کمک‌ها ساختکاری صورت گرفته است و معلوم نیست این پول به کجا رفته است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز خواسته است مسئله مذکور را به او شرح دهند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.